آقا ما رفتیم یه پیرمردی فرودگاه یه تسبیح تربت، حاج آقا چی با تسبیح پلاستیکی ذکر میگین؟ تسبیح تربت میگیرین ذکر. ما یه ساده تسبیح تربت گرفتیم، گفتم آره ثوابش بیشتره. سوار هواپیما شدیم رفتیم. یکی از این خانمایی که توی کاروان بود اینو گرفت پلیس بغداد، از این مواد مخدر کشف کرد. از اینجا این از اینجا رد کرده و اونا گرفتن. آقا گفت باید برگرده ایران. گفتیم که آقا اینا همه این پیرمرده که من تسبیح داد و حاجی بود و اینا آمد به من گفت که شما بیا اینو شفاعت کن. گفتم آقا آخه تو تریاک آوردی من میام شفاعت کنم، میگن برای ای آوردی. نمیشه هم چیزی که. گفت که حاجی ای تو عمرش کربلا نرفته، شوهرش مریضه، معتاد بوده، اینو مجبور کرده، گفته برای من اینقدر بیار. اینا گرفتن. اینقدر که میگن نیارین. آقا تو اگه مکه بود که، اگه حج بود که میکشتنش. حالا اینجا گفتن برگرد. گفتم حالا من سعی خودم میکنم، ولی بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رو با خودم خوندم. رفتم جلو، این افسر عراقی ایستاده بود و احترام میکنن. گفتم که آقا من نیامدم اینجا که شما کار غیر قانونی بخوام. اینا میدونم اینجا نوشته القانون فوق الجمیع. گفتم القانون فوق الجمیع، ولی خب ما اجدادمون شفیعن، بالاخره اینا از ما توقع شفاعت دارن. روز قیامت اگر ممکنه که این کربلا بره، این جنس وامونده اینو بگیرین بندازین دور. گفت که سیدنا القانون فوق الجمیع ولكن انتم فوق القانون و فوق کل شیء. ای والله. گفت بندازین توی آشغال و خلاصه آزاده بره. آقا رفتیم.